لازمبور مارمزون نگه داریم که بگو مارمزون برد دریازده واقعا امسال مارمزون انشالله بهتر نه برد دریازده تو ایران زندگی نبایش شکره تو ایران هست الحمدلله خدا رو شهر کشور تابستون هم اینجوریه توکل بکنه زمستون سنگین تره دیگه سخت شما که چک دیده میشه خدا براتون درست کنه از قیش حالا درست کنه بعد بهتر من باش که بهتر سختی هم سالی سال بجوه بودم با یک اتوبوس تصادف کردم آمدم اینجا آمدم چیز مسئول اتوبوس ها اینجا آمدم اینجا کارشناس اونا هم تایید کرد دیگه که مقصر بودن رانندشان بعد بیمه ما تایید شد یه روز مخوب آمده بود بین شکا میکنیم کنم حالا خوبه و مثل فرد میتون تو زیدی به ما میگه چکا میکنیم افسر سرنگی آمد جناب سرنگی مقصره خب تو افسری ما افسران خوب شد گفت نمیدونستم که مقصره گفت مقصر 100% توی میگی جناب سرنگی این مقصره حالت خوب نیست یا فلان پشمدان خب نه با تو اصلا حالت خوب نیست آمدیم از اونجا سرنگ تایید کرد اینجا توی دوسترانه اینجا کارشناس میشن گفت مقصر 100% بودیم همه مگن تو مقصری و تو میگه ما مقصر هم کار حرف تو درسته اونا اشتباه میکنن بس فردا آره پنجشنبه شب اول اشتباه اینا بعد گفت فردا شب باز بعد گفتم اشتباه ناخوان گفتم پنجشنبه شب خدا بیامرزش اصلاح کردن ها اما آقای اعلام نداشته این پیرمرد هم دوست بخوانه بنده خدا به زور دنده عوض میکنه هم پیوی جنین نمیتونسته این بقا نمیتونه باز آقا میگه خودش قوم مایه یا شوهرش بوده گفتم نه یا خودش قوم مایه یعنی باز مریم دختر غیر گفت مادرم گفته که همین خدا داموز با ما دختر عمویه ولی فکر دختر عمو امشه بگم شد علی خانی دیگه الان گفت ام البنی چی؟ تاجر پیوی جن
تاجر تو علی خانی تاجر پی بی جان. بعدم اصلا اگه اون دختر عمو بشه خب اون هم میشه دخترزایی آقا دیگه. اشتباه گفته. بابا ما یادم میاد خدا بیامرز حالا این خالش به جای خاله دیگه نمیاد. یه خالش اومد خانه حسن زاره ما یک سال با حسن زاده فکر کنم فهمیدن. شاید دختر اون حسن زاره میشه حسن زاره هم با زنش و دخترش هم که تو بیمارستان آمده بودن اینجا. من گفتش که خدا بیامرز ما یک سال یادم با ننه رفته گفت بیا ننه مور ببر خانه حسن زاره رو یاد نده مگه خانه حسن زاره خواستن چنو حالا نیست تو خاله گرمن باقی یا خاله پارسال این نیست بندن آقا هم گفتن دختر خاله به هم حالا یک گفتن دختر خاله این که دختر خاله این ولی فکر کنم بقول شما قومای حسن زاره الان آقا رضا مردم اینا آقا رضا میشه پسردایی که همین به خدا انگار با خوشش آقا رضا پسردایی رو دارم به پسردایی همون درسته الان انگار آقا رضا دخترمش هم دخترمش هم خاله زنش هم یه اون خدا بیامرز یادمه که نرفتم ما هم دختر خاله به هم منظور که قول شما قوم حسن زاره خوب بزدیم بزرم گرفت باور شیرینم یه بار شبیه پرده خودم باز کن پرده اگه همون خوشگل بزنی که دیگه باور کن یک خاطر گاز برنن اون پرده ها پشت پنجره رو میگی؟ آها دیگه ما یک پرده بیشتر باز کردنش مشکل نیست ولی بستنش در جو میگی ببندن اونا رو این که ما جاش مشخص بوده فقط شما گفتی بده این ور که ما آوردیم از اینجا بله؟ نه اینا برای تنظیمش خیلی حساسن یک ذره میاد اینور میگن چرا اومده مثلا حالا میخوای نصب میکنم مشکلی نیست ولی ممکنه پسند نکنه هر جه صلاح بود نه حالا پرده دور قرآن ننم نه دور قرآن داره؟ اصلا ماده برای پرده در حیات در حیات رو آمده من کنم خدا باقی کدوم شما باکن معذرت با همین دست دیگری موی معذرت پرده در باکن من خدا باقی شستم بازدک کده بودم مادر شیشته بود بزا بیاموز خیلی کسی بده یه پردان دور قرآنی هم میان در باز فرشیدم در دو طرف دارم شستم هوا کسان اگه بگم باز شما فهمیدید بابا دیگه آمدم شاید دیگه میگم صاف میشم زدنش شستنش مشکلی پاکیدنش هم هر جوان کنید زدنش آره اون نصبش مهمه پسند نمیکنی شما الا من نه او که بمانه پرده در خانه آقا رو مگم سنگین هم هست این که نه سخته ولی همین هر وقت ولی ما سال یک بار بیشتر رو نمیشونیم ولی هر وقت میخوایم بشونیم بیشتر هم قصه زدنش چون باکیدن هم بازم هر جو میشه کردیم ما هیچ بام کنیم از کار نصب میشه وسیله باید باشه همون یکی در توالت خب وسیله نبود هوای سرد این کارا رو باید قبل از سرما انجام بدی
دیگه. 12 شب انگار هفته دیگه دوشنبه میشه دوشنبه و سه‌شنبه و چهارشنبه هفته دیگه بتونی یک همین هفته دیگه باز هفته دیگه می‌بینی آره قرآن ما بره به دوستان یا واسه درست نیت درست شب آمده و در یه جوشی بوده که نه برم بعد دور برم شیرین چی بگیرم؟ نه عصیره بگیرم. خوب عصیره بگیرم تا بود. از همونجا که می‌دونی بگو زودتر هم برم فردا صبح دار رو نه بعد از ساعت ما بریم مثلا ساعت 4 لازم میشه که یادم میاد. یکی دخترم نه این نه اوها بذار زنگ میاد پیوند اون زمون دل الان میرم بگیرم و یادم نه خب حالا ما ببرن داری میری بگیر بگیر تو ماشین خلف یخچال که نمیخه نه دیگه دل نه که با برد تو زحمت بره سینی یکی خیلی رسم لازم سلام علیکم حالتون خوبه؟ قربان شما خدا قوت الحمدلله عید شما مبارک قربان شما همچنین چکرم دباغیان هستم آجا زبون پیوندم دارین؟ که این زبون کره بادومی؟ گریشنی؟ اونم خوبه یا نه؟ الان میام الان 10 دقیقه دیگه نگاه خدا حافظ تو چراغ میدی ما هم مثل تو کجا ما برم مثلا تو کوچه نگاه دید شاید هرچی میشم خیابون بالاخره هرچی بشه بفهم خیلی خوب یک دقیقه بریم با هم بگیریم دیگه نگاه